سالها پیش من ثریای بدغذا نه تنها علاقه‌ای به آشپزی نداشتم، بلکه هر بار که مامان مسئولیتی هرچند کوچک مثل خاموش کردن شعله غذا به من میسپرد، اغلب با دود و ته‌دیگ سوخته همراه میشد. روزگار چرخید و حالا من، همان ثریای بدغذا، سودای آشپزی در سر دارم. تصمیم گرفتم در 1 سال آینده به کمک کتاب مستطاب آشپزی مثل مامان که دستپختش زبان زد عالم است، آشپزی کنم. چند روز پیش شیرینی‌های نوروز را به رسم هر سال و با سرپیچی از نجف پختیم. چون آدمیزاد اگر بخواهد همه کارهای نوروز را برای لحظه آخر بگذارد، احتمالاً به سال بعد هم نخواهد رسید. کمربندم رو ببندم. از کودکی شب سال نو در خانه پدریمان با سبزی پلو و ماهی سر می شد. نجف هم در کتابش نوشته سبزی پلو و ماهی به همراه کوکو سبزی از غذاهای شب عید است. 3 لیتر آب را با نمک کافی در دیگ جاداری روی آتش تیز به جوش بیاورید. 3 لیتر؟ چی گفتم؟ میگه 3 لیتر آب. خب 3 پیمانه برنجه. پس آستین بالا زدم تا این ترکیب قدیمی و امتحان پس داده را برای جشن نوروزی آماده کنم. چیه؟ شلم. چرا من همیشه لبو و شلغم رو اشتباه میگرفتم و میگیرم؟ یه کمی به هم شبیه هم فکر کنم. نمیدونم. در دستور سبزی پلو آمده که پس از 10 تا 12 دقیقه همین که مغز برنج استخوانی نباشد سبزی را اضافه کنید. راستش از ترس شفته شدن برنج زمان را حساب نمی کنم و همین که ببینم مغزش دیگر استخوانی نیست سبزی رو بریزم دیگه. بله. سبزی را اضافه می کنم. یه دور بگردونید، بعد دیگو تو آبکش خالی کنید، ولی یه ظرف هم زیر آبکش بزنید. این چند سال اخیر که سر و کارم با برنج تایلندی و هندی بوده، نتوانستم یک برنج درجه 1 سر سفره ببرم. یا شفته می شود و یا زنده می ماند. میگه بذارید 10-12 دقیقه دمش بیاد بالا. روی شعله تیز. روی شعله چیز، ولی بعدش باید میگه 1 پیمانه آب روغن بدهید. شعله رو باید کم کنید. ممنونم از کسرای عزیز. عالی. سبزی کوکو را نه ببخشید اشتباه خوندم. عالی هست. تخم مرغ را در کاسه بشکنید. پس 4 تا تخم مرغ فعلا میذارم چون مواد رو نصف کردیم. بعد اگر دیدم اونطوری که باید نیست 5می رو اضافه میکنم چون کمی سبزیمون بیشتر. آرد را روی آن بپاشید و با چنگال هم بزنید.
بعد میگه سبزی و تخم مرغ را در بادیه بریزید، نمک بپاشید و با چنگال 10 دقیقه بزنید. به دلیل کمبود وقت برای کوکو این فراورده خاص آشپزی ایرانی از سبزی یخزده استفاده میکنم. ببین زرشک و اینا تا اضافه کن، اون چون تو دستور به شکل نکته گفته. بعد گردو میگه کوکو رو 30 تا 35 دقیقه بذاریم. حالا کل این مواد من نمیریزم چون من دوست دارم یه کمی ترد باشه، یه کمی نازک‌تر باشه. انتظار داشتم بگید نه. نجف معتقد است که آشپزی ایرانی دشوار نیست. اصول مشخصی دارد و بیشتر غذاها پس از مرحله اولیه آماده سازی به رسیدگی زیادی نیاز ندارند. همین ویژگی باعث می شده که آشپز که در قدیم معمولاً زن خانه‌دار بوده بتواند همزمان به کارهای دیگرش هم برسد. برای من این یعنی آماده کردن میز شام برای میهمانانم. زیادی نمک. خب این مقدار زیادی یعنی چی؟ نجف. برای ماهی شب عید هم دستور شمالی هست و هم جنوبی. ولی هیچ کدام به اندازه‌ای که من عادت دارم روی مزه‌دار کردن ماهی تأکید نکردند. کلاً غذای ماهی خوشنمک خیلی خوشمزه. یعنی اصلا هر چقدر نمک بریزین خوشمزه میشه. اینم از برنج. روش جنوبی را روی سالمون، ماهی منتخب ما، پیاده می کنم. چون کمترین مزه ظهر را دارد. ما برم دستمو بشورم. ماهی از آن غذاهایی است که باید داغ داغ سر سفره برود. وگرنه لطفش را از دست می دهد. برای همین درست وقتی که میهمانان در راهند آن را سرخ می کنم. ببین دیگه نجفیه دیگه، ماهی نجفیه. حالا اون مواد نخوابونیمش، فقط امیدوارم که بدبو یعنی بدمزه نباشه. حالا ببینم نجف چجوری خوبه؟ آره منم آرزو می‌کنم اصلا خیلی خوبی باشه واسه امیدوارم. سال 1403 را با حس پیروزی در آشپزخانه به پایان رساندم. این بار می توانم به جرأت بگویم که 3 دستور غذای دیگر از کتاب مستطاب آشپزی را با 99% موفقیت درست کردم. آن 1% هم فقط به خاطر کمی کم نمک بودن سبزی پلو بود. اما این پلو با لب و لوچه آدم بازی می کند. ماهی نرم، آبدار و لذیذ. نه حتی ذره‌ای از آن مزه زهمی که نگرانش بودم. و اما کوکو سبزی، وای که چقدر طعم خانه میداد. ترکیب سبزی با زرشک و گردو مزه‌ای ساخته بود که به هیچ چیز دیگری شبیه نبود. نوروز ما این گونه آغاز می شود. با طعم سبزی پلو و ماهی، بوی کوکو سبزی،
و امیدی که مثل سبزه 7 سین هر سال دوباره جوانه میزند. نوروزتان پیروز.